اگه دوست داری غذاهای ایرانی قدیمی رو توی عمارت بزرگ و نوساز که به صورت سنتی طراحی شده تجربه کنی که فضای باز و قسمت جداگانه برای تولدم داشته باشه، میتونی بیای اینجا و از منوی خوشگلشون صبحانه و ظهرانه و عصرانه و چاشتانه رو سفارش بدی و امتحان کنی. برای کنارش هم میشه از شربتخانه چند مدل نوشیدنی گرفت. از غذاهایی که گرفتیم اول رفتیم سراغ دلمه، بعدم آبدو خیار و نونای خشکش که داخلش ریختیم. از سالادها هم سالاد مرغ همسایه رو گرفتیم، از چاشتانه هم لقمه گوشتشونو. برای ناهار 2 نفرم که بهترین گزینه میتونه دیزی باشه، هم خودتون میتونین بکوبین هم میتونین بدین براتون بکوبن. دوغ پارچی هم پکیج رو کامل میکنه. بعدش هم تو فضای باز باقلوا و نوشیدنیای گرم خیلی میچسبه. اینجا کافه امارت مسینه تو مرکز تهرانه. اطلاعات بیشترش رو تو کپشن میذارم.